ईरान तो एक बहुत प्यारे मेहमान जनाब ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਿਦੀ ਸੁਹਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। लेकिन आओ तो हम मिलाने जनाब मोहम्मद मेहदी सुहानी साहब। अस्सलाम वालेकुम मेहदी साहब, क्या हाल है आपका? अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आगा मेहदी साहब, आप हमें ईरान के कल्चर के बारे में, तहजीब व फ़रहंग ईरान की जो है कि फ़रहंग क्या है, और फिर ईरान के अपनी याददाश्तें और गुफ्तगू में हमारे PFG नाजरीन को बताएं। जी ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला खैर खल्क़ मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लम। बंده محمد مهدی سوهانی هستم، اهل تهران ایران، و چند دقیقه میخوام راجع به فرهنگ کشور عزیز ایران برای شما دوستان عزیز و مخاطبین عزیز صحبت بکنم. عرضم به خدمت شما که ایران یک کشوری هست که بسیار قدیمیه و تمدن و فرهنگ آن متعلق تقریبا میشه گفت بالای 8000 ساله. و عرضم به خدمت شما که ایران یک کشوری بوده که فرهنگ خیلی غنی داشته و آداب و رسوم، سنن و زبان به خصوص و مخصوص خودش داره. و عرضم به خدمت شما که در زمانهای قدیم خب گستره جغرافی کشور ایران خیلی بزرگ بوده، یعنی این کشوری که الان هست این نبوده، فراتر از اینا بوده، مرزهای اون خیلی بزرگ بوده، از دریای سن تا رود فرات بوده، از شمال میرفت تا سیبری، یعنی منظور یعنی سمت مثل قطب شمال تا اونجاها، و از جنوب میرفت به سمت شبه جزیره عربستان، و این میشد فلات ایران. و زبان آن در زبانهای قدیم فارسی بوده و بعد از حالا فتوحات‌های اسلامی اینا که صورت میگیره، فرهنگ اسلامی با فرهنگ ایرانی تلفیق میشه و چیزی میشه که امروز ما داریم میبینیم. و حالا اون کشورهایی هم که قبلا جز ایران بودن جدا شدن از ایران، اونا هنوز یعنی اون شاکله اصلی، شالوده اصلی فرهنگیشون را از کشور ایران دارن. و فرهنگ ایرانی به این صورتی که بسیار زنده و پویا هستش و یعنی یه جهش‌های خیلی خاصی داره و زیبایی‌های بسیار قشنگی و منحصر به فردی داره که مختص به خودشه، و هر چیزی که از بیرون فرهنگ ایرانی بخواد وارد فرهنگ ایرانی بشه به همین سادگی ها نمیتونه به اصطلاح وارد فرهنگ ایرانی بشه، مگر اون چیزای خیلی قشنگی که مثلا از فرهنگ‌های دیگه‌ای باشه اون مثلا وارد فرهنگ ایرانی میشه. مثلا زمانی که مغول‌ها به ایران که حمله کردن، خب تقریبا نزدیک 250 سال مغول‌ها یا همون حکومت ایلخانا بر ایران حکومت کردن، یه حکومت خارجی بوده، و تو تمام این مدت چون که فرهنگ ایرانی پویا بوده و زنده بوده، اون فرهنگ مغولی را چکار میکنه؟ چیزای خوبش رو میگیره، تجزیه تحلیل میکنه، حل میکنه، و جوری میشه که یکی دو تا پادشاه بعد از به اصطلاح هولاکوی خان و حالا به اصطلاح افرادهایی که بودن تمامشون خلق و خوی ایرانی میگیرن و فرهنگ و زبان آنها تبدیل به فارسی و فرهنگ ایرانی میشه، تا به امروزی که الان به اصطلاح کشور عزیز ایران هست و یه فرهنگ بسیار قشنگ و خوبی داره. و حالا کشور ایران در حال حاضر هر منطقه‌ای به اصطلاح یا هر قومیتی مختلفی که داره یه آداب و رسوم و یه فرهنگ‌های خاص و مختص به خودشونو دارن. مثلا اگر شما تشریف بیارید تهران، چون پایتخته و از اقوام مختلف ایرانی چون در اون بسیار زیاد هستن، شما میتونید فرهنگ‌های مختلف ایران رو توی تهران شما مثلا ببینید. بر فرض مثلا استان‌های آذربایجان یا مثلا استان مازندران یا استان خراسان، حالا استان‌های جنوبی، شرقی، غربی کشور،
مثلا اون افراد قومیتشون که در تهران هستن خیلی قشنگ میشه دید که فرهنگ گوشه و کنار ایران به چه صورتیه. مثلا ترکای ایرانی یه فرهنگ خاص خودشونو دارن، به زبان خودشون صحبت میکنن. یا مثلا افرادهایی که مال گیلان، مازندران، مثلا اون منطقه محدوده دریای کاسپیان هستن، اونا یه فرهنگ به خصوصی دارن. به اصطلاح منطقه خراسانات ایرانه که اونا با زوره فرهنگ خاصی دارن. مرکز ایران همینطور و گوش و کنار ایران که به این صورته. و حالا مثلا میخوام یه خاطره واسه شما تعریف بکنم از یه مسافرت‌های حالا خیلی قشنگی که من تو ایران داشتم. خب من بیشتر زمانی که ایران بودم غرب کشور ایران را من خیلی گشتم، چرخیدم. مثلا منطقه مثل کردستان، خوزستان، لرستان و همدان و جایی مثل زنجان، قزوین، آذربایجان، مثلا اردبیل، مازندران، گیلان، قم، مثلا این محدوده رو من خیلی گشتم، چرخیدم. و برای من خیلی جالبه که هر کدوم از این قوم ها یه فرهنگ های غنی بسیار زیبا و قشنگی دارن و با آداب و رسوم و زبان های منحصر به فرد خودشونه. مثلا منطقه‌ای که جایی که کردستانه به زبان کردی صحبت میکنن و خیلی هم قشنگه زبانشون، فرهنگشون هم منحصر به فرده. مثلا شما یه استان پایین‌تر میاین سمت لرستان، دوره می‌بینید که مثلا قوم لر به زبان لری صحبت میکنه، اونم زبان مخصوص خودشه، مثلا با کردی یکی نیست ولی فرهنگ خاصی داره. شما تشریف میبرین مثلا سمت خوزستان، اونجا مثلا عرب‌های ایرانی هستن، لرها هستن، قوم بختیاریا، نمیدونم مثلا اقوام بهبهانی هستن، خیلی به اصطلاح غنی و قشنگه. آقای مهدی ببخشید از خدمت شما عرض میکنم که الان تو ایران چند تا استان داره؟ مثلا که شما که مازندران و کردستان و اینا چیزی که تعریف کردی، من حالا मैं नाजरीन आपके लिए जो मेहदी सवाली साहब ने फरमाया ना उसका तर्जुमा भी पेश करूँगा। मैंने इनसे ये सवाल किया है कि ईरान के कितने सूबे हैं? पाकिस्तान के तो 4 सूबे हैं, अब 5वां तकरीब, तो ईरान के कितने सूबे हैं? चंद उस्तान है ایران اگر اشتباه نکنم 29 یا 30 تا استان है. अल्लाह अकबर। ईरान के नाजरीन इकराम के ईरान के 29 या 29 सूबे हैं और इनको मैनेज करना बड़े, और हर सूबे की अपनी एक कल्चर है, अपना फरहंग है। जैसे मेहदी सुहानी साहब ने फरमाया है कि कहते हैं कि मैं तकरीबन सारे ईरान में घूमा हूँ और मैंने देखा, और कुर्दिस्तान में उनकी कुर्द की ज़बान, और फिर दूसरे उस्तान माजंदरान, बालाकू माजंदरान भी अपना। तो बेसिकली मेहदी सुहानी साहब बिलोंग टू ए डिस्ट्रिक्ट तेहरान से हैं। तो ये स्टूडेंट के दौर में भी और उसके बाद भी इनका ऐसा था कि भी इनको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ था और ये घूमते फिरते थे उनके कल्चर से। तो इन्होंने फरमाया कि हर सूबे में अपना एक कल्चर है, अपना फरहंग है, और जैसे और जिमें असी अपना ये कहने हैं ना कि हर 20 को तो बाद ज़बान तब्दील हो जाती है, लहजा फर्क। और देखें ईरान दे विच फारसी तो एको ही है, ਉਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਸਲਨ ਤਹਿਰਾਨੀ ਲਹਿਜਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਸ਼ਹਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਸ਼ੋਮਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਮਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਰਸਬਜ਼ ਔਰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ बारे में दसो कि पाकिस्तान जब आप आए तो आपने यहाँ का माहौल और कैसा देखा और यहाँ की मर्द। عرضم به خدمت شما که خب من پاکستان خیلی از مناطق‌هاش را من رفتم، گشتم، چرخیدم و دیدم. یعنی از مناطق مثل گیلگیت بلتستان، اون مرز با چین، مرز خنجراب، نقطه صفر مرزی پاکستان و چین، و اونجا رو من دیدم. مناطق پشتونشی مثل خیبر پختونخوا رو رفتم دیدم. کشمیر به اصطلاح پاکستان رو دیدم. بله دیگه بلوچستان پاکستان رو من رفتم. بله شهر کویته اونجا. و ایالت پنجاب هم قسمت‌های جنوبی ایالت پنجاب من نرفتم هنوز، یا مثلا جای مثل ایالت سند هنوز نرفتم، اما مثلا جای دیگه پنجاب من رفتم دیدم. و زبان به اصطلاح مثلا پنجابی که من دیده بودم خیلی زبان قشنگیه. یا به قول، حالا من پنجابی زیاد بلد نیستم جناب پروفسور، حالا تو زبان پنجابی بکنم شما میگین میٹھی زبان. میٹھی زبان. میٹھی زبان. بله میٹھی زبان. हम कहते हैं कि इन ज़बान मोदर मान है, यानी माँ बोली, तो इस वजह से हम इसको ये फरमाएंगे. آره بعد زبان پنجابی که مثلا دیده بودم خیلی قشنگه، یعنی یه زبانی که آهنگینه. یعنی مثلا وقتی من میبینم مثلا دو نفر پنجابی وقتی گفتگو میکنن، صحبت میکنن، خیلی آدم دوست داره گوش بکنه. انگار مثلا مثل اینونه که انگار آهنگ دارن میخونن، یعنی آهنگینه، خیلی قشنگه. ولی مثلا یه همچین چیزی تو زبان اردو من ندیدم که مثل زبان پنجابی خیلی شیرین باشه. و مثلا خب زبان اردو که دیده بودم خیلی دیدم زبان ساده ایه و شبیه زبان تشکر میکنم که شما چیز زبان فارسی میگه که این خیلی شیرین است. ما هم اینجا چیزی میگه که زبان فارسی خیلی شیرینی، زبان شیرین است. حال नाज़रीन इकराम देखें कि इन्होंने अपने तजज़िये के मुताबिक कहा है कि पंजाबी ज़बान में एक हमांगी है, एक तरन्नम है, और ये बड़ी मीठी ज़बान है। तो इस निस्बत से हम भी यही कहते हैं कि फ़ारसी ज़बान भी बड़ी शीरीन है, बड़ी मोहब्बत वाली, बड़ी प्यार वाली है। मैं आपसे एक बात को शेयर करता चलूँ कि मैं उन दिनों में एक दफ़ा तेहरान में था, तो तेहरान में तहज़ीब व तमद्दन के साथ साथ तालीम व तरबियत के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको किसी और, मैंने अपने जो लाइव प्रोग्राम किया उसके अंदर मैंने इसका ज़िक्र किया। साढ़े अज के प्रोग्राम के विच साढ़े नाल ईरान के दोस्त जनाब मेहदी सुहानी साहब बैठे ने, साढ़े नाल ने। इन्हां दे नाल गुफ्तगू असी कर रहे सां ते उहदा ही तसलसल नूं अगे वधाने आ। ते मेहदी सुहानी साहब ने जिन्नी गुफ्तगू फारसी दे विच कीती है, दोस्तों ਜਿਹੜੇ ਤੇ फारसी दे नाल मुहब्बत रखते हैं या लगाव रखते हैं उन्हां नूं ते समझ आ रही होनी है, लेकिन अक्सर लोगों को फारसी चूँकि पता नहीं होंदा, फारसी के बारे च नहीं जानते, तो इस करके तो मैं हाज़र हाँ इस इन्हां दा तर्जमा करन दे वास्ते। मेहदी सुहानी साहब ने गुज़श्ता गुफ्तगू दे विच जिन्नी गुफ्तगू कीती ओहदे च एह कीती है कि ईरान दा कल्चर ते फरहंग जिहड़ा है ना वो हर सूबे दा जुदा जुदा है, ते ओहदे विच ज़बान ते फारसी है, सारे ईरान च ज़बान ते फारसी है, मगर लहजियां दे विच फ़र्क आ जाता है। अच्छा जी, ते लहजे दे विच लेकिन बेसिक थ्योरी ज़बान दी ग्रामर जिहड़ी है वो तो एक ही है, वो तो इक्को ही है। ते मैं जनाब मेहदी सुहानी नूं एक बारी फिर वेलकम करना, बहुत शुक्रिया जनाब मेहदी सुहानी साहब। हाँ, सानू ये दसो कि तुसी पाकिस्तान दे विच तुहाडा तजर्बा कैसा रहा, किन्ने साल तो तुसी पाकिस्तान दे विच हो, ते तुहाडे वालिद और वालदा और वालिद जड़े ने वो कित्थों दे ने, क्या वो ईरानी ने कि पाकिस्तानी ने, सानू ओहदे बारे दे विच भी दसो। बहुत शुक्रिया जी। عرضم به خدمت شما که من پدرم ایرانیه و مادرم پاکستانیه، پنجابیه، مثلا شهر لاهوره و خودم هم متولد پاکستان شهر لاهور هستم، از مادری پنجابی و پدری ایرانی. माशाल्लाह मेहदी सुहानी साहब फरमा रहे हैं कि मेरे वालिद ईरान तो ने ईरानी ने ते मेरी वालदा पाकिस्तानी है,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦੈਸ਼ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ جزاک جی خواهش میکنم و عرضم به خدمت شما که من موقعی که اینجا به دنیا آمدم تا سن 8 سالگی پاکستان بودم. بعد از اون خانوادگی خوب بودیم، به اصطلاح درس‌های پدرم تو دانشگاه یویتی پاکستان تموم میشه و ما برگشتیم رفتیم ایران و ما 16 سال ما ایران بودیم، به اصطلاح یعنی من ایران بودم 16 سال اونجا زندگی کردم، بزرگ شدم، اونجا هم درس خوندم و بعد از 16 سال دوباره من برگشتم اومدم پاکستان و الان تقریبا 3 سال و 5 ماهی که من پاکستان هستم. ماشاءالله. بله 3 سال و 5 ماهی که پاکستان هستم. تو ادھر کے آب و هوای پاکستان و آب و هوای ایران چه فرق میکنه؟ مثلا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی آب و ہوا اور ایران کی آب و ہوا؟ مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے دوست اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے تو اس کی خانم جو تھی نا وہ کہتی تھی ماہ جون میں آئے تو وہ کہتی تھی یہاں کی ہوا بڑی گرم ہے، میں نہیں ادھر رہتی، میں نہیں، واپس چلو واپس چلو. اچھا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ 3 سال سے پاکستان میں ہو اور گرمیاں اور سردیاں اور ہماری طرح ہی ایرانی لوگ سرخ مرچ نہیں کھاتے اپنے کھانوں میں. تو میں نے دیکھا کہ پاکستانی ڈشز جو ہے نا وہ مہدی سوہانی بھی کھا لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیں. عرضم به خدمت شما که اول از آب و هوا بگیم بعد من قرارم میگم. خیلی ممنون استاد. آب و هوای پاکستان خب خیلی شرجی و به اصطلاح خیلی گرم هستش، یعنی دمای هوا من دیده بودم خیلی بالا میره و توی ایران به این صورت نیست. اکثر مناطق ایران خب کوهستانیه و سرده، فقط اون مناطق جنوب کشور ایرانه که شبیه مثلا بگم شاید مثلا بندر کراچی مثلا اون به اون صورت آب و هواش، یا مثلا خوزستان اون قسمت جنوبیش آب و هوا شبیه لاهوره، یعنی مثلا خیلی گرمه ولی ایران به این صورت نیست. اکثر مردم ایران خب چون که ایران مثلا همش کوهستانیه، جنگلی داره، حالا بیابان هم داره ولی لم یزرع، یعنی کسی اونجا زندگی نمیکنه. به خاطر همین اکثر ایرانیا طبعشون به اصطلاح میگن که مثلا گرماییه، یعنی مثلا سرما خیلی دوست دارن و جایی که سرد باشه دوست دارن اونجا زندگی بکنن. اما مثلا توی پاکستان که من دیده بودم یا مثلا برعکسه، اینجا مثلا آب و هوا خیلی گرمه و فوق‌العاده به اصطلاح تو همون ماه جون جولای که میشه واقعا خیلی گرما میره بالا و اذیت میکنه. اما مثلا توی پاکستان دیدم تو اون مناطق شمال پاکستان آب و هوا خیلی خنکه، خیلی سرده و گرم. بالای کوه. بالای کوه. بالای کوه. بله مثلا دیدم اونجا خیلی خنکه، معتدل داره، یعنی جای خوش آب و هواییه و در نتیجه حالا شما در رابطه با غذا گفته بودین که مثلا چرا غذا ایرانی تند نیست. بله عرضم به خدمت شما که ایران خب به خاطر اینی که اکثر مناطقش مثلا سردخیز، آب و هوا سرده، خب مردمان اونجا چیه؟ غذای دیگه مثلا تند نمیخورن، چون مثلا یه غذای تند بخورن دمای بدن چیه؟ خیلی بالا میره و مثلا خب اونور تحمل سرما مشکل میشه واسه، خیلی اذیت میکنه. ولی مناطق جنوبی کشور ایران چون اونجا آب و هوا خیلی گرمه، مثلا مردمان جنوب ایران اونا چرا غذای خیلی تند میخورن که دمای بدن بیاد بالا، با محیط چیه؟ سازگار بشه که دیگه گرما اذیتشون نکنه. یکی از دلایلی که حالا تو پاکستان مثلا مردمانش خیلی غذای تند میخورن همین مسئله است که من اینو متوجه شده بودم. اولش که خب پاکستان اومده بودم میگفتم واو خدای من چجوری من این غذای تندو بخورم، خیلی گرمه و من حواسم به این مسئله نبود که این مردمان عزیز پاکستان اینا وقتی مثلا غذای تند که میخورن این به خاطر اینه که دمای بدن بالا میاد و این آب و هوای خیلی گرمه به اصطلاح پاکستان رو راحت میتونن تحمل بکنن. به خاطر همین دیگه من گفتم دیگه بعد به خودم میگفتم و به خودم میگفتم که اگه بخوای اینجا بمونی همینه، باید عادت کنی به این غذای تند و این غذای تند رو شما باید بخوری، هیچ چاره ای نیست، باید عادت بکنی، اینجا دیگه ایران نیست دیگه. اینجوری شد که
تقریبا بعد از 6-7 ماه من به غذای تند پاکستانی عادت کردم. عادت کردم دیگه تا به امروز دیگه خود من الان دیگه مثل پاکستانی ها والا چاره‌ای نداره توی پاکستان دیگه. پاکستان چاره نداره. حالا غذای ایرانی از اینجا گیر نمیه، نه پیدا نمیشه. तो जबकि ईरान की डिशेज या घर में बनाओगे, इनकी वालदा बनाएगी तो वालदा भी पाकिस्तानी है, वो भी सुर्ख मिर्च इस्तेमाल करती है, थोंद वो आदत कर दी है। अच्छा तो फंस गया मैं थी दोस्तों उधर तुंद गजा दूसरों द्वारे इथे इथे तुम तो मुराद है कि मिर्चा वाली तेज गजा। मैं आखिर दे विच बहुत शुक्रगुजार हाँ जनाब मेहदी सुहानी साहब दा कि तशरीफ लियाए ते साडी PFJ न्यूज़ नूं रौनक बख्शी। अल्लाह ताला इन्हां नूं सेहत और तंदुरुस्ती दे इंशाअल्लाह। ते एक सिर्फ मैं गुजारिश करांगा कि जादी वारी उर्दू दे विच भी गुफ्तगू करो ताकि मेरे नाजरीन नूं पता लगे कि मेहदी सुहानी नूं उर्दू या पंजाबी भी आंदी। चलो ठीक है। मेरा उर्दू पूरा समझ आए, यानी कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ ये थोड़े साथ ये बातें ये थोड़े सा सख्त है मुझसे, ये इजी नहीं है, लेकिन ये पंजाबी ये उर्दू पूरा मुझसे समझ आए, यानी कोई मसला नहीं है। मैं बातें करूँगा ये مثلا من برفرض مثلا मैं बाहर से चले जाऊँगा ये दुकानों में खरीद करूँगा, मुझे समझ आए वो बोलते हैं ये कितना प्राइस है, कितना हो ये नहीं हो ये तो बोलेगा भाई वो चीज़ मुझसे दे दो, ये ऐसे। बहुत शुक्रिया मेहदी साहब।